اگر تو هم دنبال یه هندزفری گیمینگ خوب برای صدا پا میگردی تا آخر این ویدیو رو ببین. هندزفری گیمینگ M28 که جدیداً خیلی معروف شده به دلیل پاور بانک بودنش، شما همزمان میتونید به عنوان هندزفری ازش استفاده کنید و علاوه بر اون گوشیتون هم باش بزنید توش. همونطور که داخل تصویر میبینید سمت چپش یه دو جای سوکت داره و علاوه بر اون روش یه عالمه نور RGB کار شده. علاوه بر اون درصد شارژ خود باکس و خود هندزفری ها رو براتون زده. داخل وسایل گیمینگ معمولا نور RGB خیلی مهمه و این هندزفری یه عالمه نور RGB داره. این اولین مچیه که من با این هندزفری گیمینگ پلی دادم و به شدت ازش راضی بودم و داخل این ویدیو به این دوستمونم لیست گیری انجام دادیم. اولش حالت بازی در آوردم و بعدش سبک بازی اصلی رو نشون دادم. حتی فینیشر هم ازش گرفتم که جلوتر موضوع شده که میگم که چرا اصلا فینیشرش رو گرفتم. همونطور که دیگه این از وقتی بازی هم میانم و دارم همونطوری از من کیل بگیره و گونم که بر اول مشهد انتخاب کرده بود اشتیار بود و همونطور که میبینید خیلی راحت میتونم تشخیص بدم که صداپوش کدوم طرفه و اینجا هم بادر راه رفتنش داخل اون کانکسی که یه صداپای مخصوصی داره کامل متوجه شدم که داره میاد و میام میشم بازی میاره و صداپا میدونم که بیاد سمت من و اینجا تونست منو بزنه و اینکه دیگه خودم هم برداشته بود و اینجا تو که میبینید یه اسپوک هم انداخته بود که زیاد مهم نیست چون برفرضا من نوبم و حالا اینجایی شد ولدم نخورد بهش. دوستشم مثلا اینطوری حالت نوبانم ازش شکل بگیرم ولی کلا ازش فیل زنیم. همونطور که میبینید دارم یه عالمه بهش صدا تیر میدم ولی مثل این که اصلا صدا خانه و صدا تیر نداشت و اینجا وقتی که دیدم نایفش رو گرفت و دنبال اینکه بیاد پشتم و فینیشرم بگیره سریع سرکیزی اصلی رو کردم و همونطور که میبینید اینجا هیپ زدم به پشتی دمیج شد. اینجا هم که زدم نخورد سریع ریلود کردم و شات دوره بکسرم که دمیج شد و اینکه یه هیپ زیبا اینجا بایش زدم. بابت صدام از تو اصفایی میکنم. من سرما خوردم و من صدام گرفته و از تو اصفایی میکنم و اینجا که فهمیده بیشتر که اصلیمه فکر کنم هنوز دیلش رو نکشیده بود و اینجا کشید و اینجا هم میبینی دیال هم میستدم و البته یکی دو تا هم زدم ولی شما رو خواب نتبادم بیجه شد و تونست بزنه و عملا کردم چرا کیل مفت گرفت و از اینجا به بعدش یه کامل ترایارد یعنم چرا چون که میخواست فینیشر بگیره اصلا خوب کرد و اینجا که دیدید اینجا نتم بده واقعا همین بود و من باید زودتر میمود و با دیلی مرد و این علمه اصلا خوب کرد و دنبال یه خوب میگردم دوش بتونم هم سیم کنم و اینکه براتون ویدیو بهتری زد کنم. اینجا بک زدم نوشید جونم و به این چسبیدیم بک زدانه و اینجا ترپ پشت و یه سبکی که داشت ترپ رو میپاشت دقیقا اینجوری مخصوص که اینو با تردد باشه و اینکه میدونستم ترپش اونجاست ولی یه چیزی که بود یه علمه حواسم اصلا به این بود که از ترپه رو رد میکنم با جامپی زدم و اصلا فکر میکردم که میخورم به ترپه و یه جا هم به اومد ترپ انتخاب کرده بودم که یه ترپ هم میداختم اونجا و حتی یه بارم صدا پشت همینجا گرفتم این کیل آخری که ازم گرفت صدا پشت سر همین که دیارش فلش بنگ بود و ترپ رو بود و اینجا یک ترپ هم کار نکرد روش و این خیلی احسان داشت خیلی سرکیفره عجیب غریبی داشت. من سرمی دارد بک میزد سر میزد پشتم و تیپ بعد با نصف پاوزی در میورد اینجا یه خیلی خیلی تمیز بستدم که واقعا بهم چسبید و اینجا دوباره زدمش و اینکه یکم نمونه هستیری بود که من سیزانم و چه چیزی داخل هستیری گیمی خیلی نظر من موثره این که صداپای خیلی خوبی بده که من واقعا دارم این کیفیت صداپایی که به شما میده به شدت خوب بزنم صداپای خوبش رو تضمین میکنم. علاوه بر اون چیزی که داخل وسایل گیمی خیلی مهمه نور RGB که میتونم بگم
عملا این هنسری تمام قابلیت گیمینگ رو کامل بسیار چون که این هنسری نیروی عالی به شدت زیادی داره و من ازش راضیم و اینکه درصد شارژش اگه 100% بشه حدودا بین 4 تا 6 ساعت نگه میداره. خودم واقعا تست کردم این موضوع رو که به شدت قویه. اگه میگن هنسری حالا اگه آهنگش مورد صداش واقعا سریع قطع و وصل میشه و به شدت هم خوبه و اینجا تلافی اونجایی که میخواست فینیشران بگیره رو انجام دادم و اینجا این چیه من بهش میگم شاک ویو، حالا اسمش رو نمیدونم ولی شاک ویو فرستادم سمتش و گرفتش رو من از بک فینیشرش رو گرفتم، خیلی هم نمی چسبید. میسیگیم دیگه تا ویدیو بعدی. فعلا